داستان آن پسر فرهمند در همه جا پراکنده گشت و روزی به گوش سام نیز رسید و شبی از شبها که از کار زمانه آشفته و با دل داغدار خفته بود از خواب برجست و خوابگزاران و موبدان را به نزد خویش فراخواند و درباره فرزندش سخن راند و از آنان پرسید که درباره این داستان چه میگویید؟ آیا خرد شما هم داستان است که آن جوان دلارای همان کودک به دور افکنده من بوده باشد؟ دانایان که به هنگام دور افکندن کودک از بیم خشم سام زبان به پند نگشوده بودند زمان یافتند تا بدو سخنان پرگزند گویند و همگان بر او زبان گشودند که شیر و پلنگ بر گستره دشت و خاک و سنگ و ماهی و نهنگ در میان دریای پر آبخیز و رود خروشان فرزند خویش را می شناسد و در کنار خویش می پروراند و یزدان را برای داشتن کودک می ستاید و تو پیمان خداوند نیکی دهش را بشکستی و چنان کودک بیگناه را به دور افکندی. اکنون زمان آن فرا رسیده است که دوباره به سوی یزدان بازگردی و از کار گذشته به پوزش گرایی که خداوند برترین رهنمای جهانیان بر نیکویی است. تو را دایه گر مرغ شاید همی پس این پهلوانی چه باید همی؟ اگر مرغی برای پرورش فرزند تو شایسته بود پس این دستگاه پهلوانی و تخت و تاج را به چه کار داری؟ و اگر موی سپید برای مردمان آهو به شمار می رود به موی ریش و سر خود بنگر که چون خنگ بید شده است. آنگاه سام بیامد دمان سوی آن کوهسار که افکنده را خود شود خواستار. پس بر آن کوه خار سنگ و آن نشیمنگاه ترسناک و پیکر ترساور سیمرغ بنگرید و گفت ای خداوند برتر از خورشید و ماه و بالاتر از جایگاه، اگر این کودک فرزند من است و پاکزاده است و از نژاد اهریمن نیست مرا یاری کن تا بتوانم بر افراز این کوه روم و مرا به بخشایش خود بپذیر. سام و گروه در گرماگرم این اندیشه ها بودند که سیمرغ با زال چنین گفت که ای کودک رنج دیده که ستم زندگی در نشیم و کنام مرغان را بر خود هموار کرده ای، بدان که پدر سام یل پهلوان جهان سرافرازتر کس میان مهان بدین کوه فرزند جوی آمده است تو را نزد او آبروی آمده است. روا باشد اکنون که بردارمت بیازار نزدیک او آرمت. اگر کمترین سختی بر تو رسد یا از نیک و بد کارت با تو گفت و گوی کنند بیدرنگ همچون ابری سیاه از آسمان فرو می آیم و بی آزار بدین جایگاهت میارم. دل زال خوش و پدرام گردید و سیمرغ او را برگرفت و پرواز کنان به سوی ابرهای آسمان بلند شد و در نزد سام و سپاه فرود آمد و زال را که گیسوان بلندش تا زیر برش می رسید بیازار به پیش پدر بر زمین نهاد. بر و بازوی زال چون بازو و بر شیران و چهرهش چون خورشید تابان بود و دل پهلوانان و دست شمشیر جوی داشت. سام از کوه به زیر آمد و جامه‌ای خسروانی بر او پوشاندند و بر اسبی رهوارش برنشاندند. تبیره زنان بانگ بر آسمان رساندند و پیل ژیان پیش بردند و گردی چون کوه نیلی رنگ برآمد و این چنین با شادی به همراه دو پهلوان باز می‌گشتند.